روز 28 نوامبر نو سازمان غیر دولتی تاجیکستان به نمایندگی از جامعه شهروندی مراجعتنامه را به نام پرزیدنت امامعلی رحمان قبول کردند که در آن برای حل بحران خاروق 10 توصیه داده شده است که از اینها عبارتند: یکم، مقابل اهالی شهر خاروق و ولایت مختار کوهستان بدخشان از حد زیاد استفاده بردن قوه و یراق آتشفشان فوراً قطع کرده شود. دوم، تفتیشات سر وقتی و ثمرناک همه فوت‌های شهروندان و زخمگیری‌ها از جمله در باب اساسناک و ضرورت استفاده قوه و یراق آتشفشان از جانب مقامات حفظ حقوق در دوره از 25 نوامبر سال 2021 هنگام بازداشت زیابکوف و در دوره گرد همایی از 25 تا 27 نوامبر سال 2021 در شهر خاروق گذرانیده شود. سوم، شخصان گناهکار در فوت ساکنان ملکی در شهر خاروق به جوابگری جلب کرده شوند. چهارم، اوید به جریان تفتیشات گذرانیده و چاره‌های اندیشیده شده اهالی سر وقت آگاه کرده شوند. پنجم، حقوق کنستیتوسیونی هر یک شخص برای برگزاری نمودن جمع‌آمد آسایشته و اظهار اندیشه خود اوید به مسائل مهمترین اجتماعی اعتراف کرده از همه گونه تعقیب شخصانی که در جمع‌آمد و نمایش‌های آسایشته اشتراک کردند، چه در شهر خاروق و چه بیرون از آن خودداری نمایند. ششم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان دلخواه نمودهای علاقه برقرار کرده شود. هفتم، برای برقرار نمودن باوری و همکاری میان طرف‌ها چاره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اندیشیده شوند تا به بازگشت به ماجرا راه داده نشوند. کمک روانی به اهالی شهر خاروق خصوصاً به زنان و کودکان، اینچنین روانشناسان آموزش دیده در مرکزهای طبی شهر تامین کرده شود. نهم، برای تأسیس مرکز مستقل مانیتورینگ وضعیت در هیئت نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی در شهر خاروق مساعدت کرده شود. دهم، برای رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت از جمله جلب سرمایه‌گذاری به ساحه‌های اجتماعی، رشد انفراستراکچور، تأسیس جای‌های کاری برای جوانان و زنان، دستگیری اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر ولایت تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند.